بعضی وقتها ما خیلی ساده و عادی پیش میریم. خب 4 نفر به یک جایی که نشسته هم قصه گرم میآید، از دختر فلانی هم خبر داری؟ خیلی بد دختریه. در حالتی که شاید یک روز بی‌حجابی کرده، اما بی‌حجابی سبب از این نمیشه که شما برای از تهمت وارد کنیم. شاید یک روزی ضرورت داشته با یک بیگانی حرف زده، اما ما نمیدانیم اصل قضیه، شاید عذری بوده، ما نمیفهمیم، ما نمیدانیم. ما نباید زود قضاوت کنیم و قضاوت عجولانه داشته باشیم. چند وقت قبل یک مثالی بیان کردم، گفتم که ما وقتی که گمان ما بر خیر باشه، یک نفر رفته در یک میخانه، در جایی که قماربازی هست، شراب هست، در جایی که بالآخره جرم و جنایت و اینهایه، معروف و مشهور یک خانه‌ای که بالآخره در اینجا همه فسق و فجور هست. میبینیم که یک جوانی از اونجا بیرون شده، دست خود را به این ستون میگیره، دست خود را به این ستون میگیره. تو مسلمان چی باید قضاوت کنی؟ تو چگونه قضاوت کنی؟ تو نگو که فلانی به اونجا رفت، خورد، گناه کرد، زنا کرد، شراب خورد، رفت به اونجا یعنی گنس و گیج بیرون شد. خب اگر نخورده بود روز قیامت چی جواب میدی؟ تهمت زدی. اما وظیفه و مسئولیت قضاوت من و تو اینه که به این فکر باشیم، گمان مسلمان باید به خیر باشه. بگیم که این فرد رفته بوده داخل این خانه که امر به معروف و نهی از منکر کنه، فاسدایی که داخل خانه بودن ایرچنان زدن که گنس و گیج بیرون شد. انا رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم که فرمایند ظن المؤمنین چی خیرا، اگر در روز قیامت پرسان کردن چرا چنین گفتی در حالی که گناه و معصیت کرده بود؟ یا الله، من به چشم خود ندیده بودم، من از رسول الله شنیده بودم که رسول الله فرمودن گمان مؤمن باید نسبت به مؤمن به خیر باشه، من گمان خود را به خیر کردم. از این گمان خود تو اجر و ثواب میگیری. به این عزیزان و بزرگواران